السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم مسلمانان را امر به هجرت کرده بود و هر کسی که توانایی هجرت داشت از مکه برآمده بود، یا به سوی مکه یا به سوی حبشه. در مکه فقط کسانی مانده بودند که بسیار ضعیف بودند، یعنی توانایی هجرت کردن را نداشتند، یا اینکه آنها را قومشان گرفتار کرده بودند، زندانی کرده بودند. همچنان در مکه رسول خدا ابوبکر صدیق و علی رضی الله عنه و خانواده رسول خدا و خانواده ابوبکر رضی الله عنه مانده بودند. بعد از چند الله متعال به رسول خدا هم امر به هجرت کرد. قریشی ها بعد از این که دیدن مسلمان ها هجرت کردند به طرف حبشه و مدینه، یعنی گفتند برای ما خطر است، یک قوت بیرون از مکه جمع شده است و ممکن است که آنها بر ما حمله کنند. ابو جهل لعنه الله بزرگان مکه را به دارالندوه جمع کرد، یعنی دعوت کرد. بجز قبیله عبدالمطلب، قبیله بنی هاشم و قبیله عبدالمناف، اینها خویش و تبار رسول خدا هستند و همچنان کسانی که از اهل مدینه باشند و همچنان کسانی که با اهل مدینه یعنی کار دارند که رفت و آمد دارند، آنها را هم دعوت نکرد، تا اینکه هر سخنی که در دارالندوه سخن کرده می شود، مصلحت می شود، از بین آنها نبراید، یعنی سخن پنهانی، مصلحت پنهانی. نشسته بودند، ناگهان در را کسی کوبید، آوازی در آمد. وقتی در را گشودند یک پیرمرد بود. پرسیدند تو کی هستی؟ پیرمرد گفت من شنیدم شما محمد را میخواهید بکشید، با آن دشمنی دارید. من آمدم چون که منم با آن دشمنی دارم و من میخواهم فکر خود را بیان کنم. خب پیرمرد هم در دارالندوه در آمد. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند آن ابلیس بود، خود را به شکل پیرمرد کرده بود و بین قریشی ها در آمده بود. از بین قریشی ها ابوالبختر گفت من فکر دارم محمد را زندانی کنیم و با این کار از ضرر آن خلاص می شویم. ابو جهل گفت نه، زندانی کردن یعنی برای ما فایده نیست، در همان جا هم محمد ضرر خود را به ما می رساند، یعنی دعوت می کند. شیطان گفت بله، زندانی کردن فکر می کنم راه حل نیست. کسی دیگری از اهل مکه گفت من فکر می کنم او را از منطقه عرب بیرون کنیم، یعنی از جزیره عرب بیرون کنیم. گفتن نه، این هم غیر ممکن است. اگر از جزیره عرب هم محمد بیرون شود، در بیرون طرفداران خود را جمع میکند و باز بر ما حمله میکند. ابو جهل سخنان همه را گوش کرد، شنید و بعد گفت من یک فکر خوب دارم. من فکر میکنم از هر قبیله یک جوانی را ما بیاریم، یعنی از هر یک قبیله یک جوانی با قوت را بیاریم و به همه آنها شمشیر بدهیم و همه آن جوانها یک و یک بار با شمشیر محمد را بزنند، او را بکشند. وقتی که محمد را کشتند، خون محمد در بین همه قبیله ها تقسیم می شود و دیگر محمد با طرفداران خود بر ضد همه قبیله ها جنگ کردن نمی توانند. یعنی اگر بخواهند قصد خون محمد را بگیرند، بر ضد همه قبیله ها جنگ کردن نمی توانند. شیطان گفت این از همه فکر خوب است، یعنی این فکر را شیطان هم نداشت،
فکری که در سر ابو جهل است، فرعون همین امت، این فکر را شیطان هم نداشت و همه گفتند فکر خوب است و همه راضی شدند. خب در این وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم با علی رضی الله عنه در خانه بودند، یک جا بودند، چون که علی رضی الله عنه در خانه رسول خدا بزرگ شد و برای رسول خدا یک برادر بود، در نزد رسول خدا تربیت میشد و یکی از کسانی بود که از جوانها یکم ایمان آورده بود. یعنی شخص دلیر، جوان بود ولی بسیار دلیر و شجاع بود. با رسول خدا نشسته بودند. رسول خدا در فکر بود که چطور از مکه برآید و چطور امانت‌های مردم رو برگرداند. کفار قریش با رسول خدا دشمنی داشتند، رسول خدا را باور نمی‌کردند که پیغمبر است، ولی می‌دانستند که رسول خدا امانت دار است، خیانت نمی‌کند. برای همین پول و چیزهای خود را در نزد رسول خدا امانت می‌گذاشتند. اکنون در خانه رسول خدا یک قسمت بزرگ از پولها و از چیزهای مردم گذاشته شده بود. رسول خدا فکر میکرد هجرت میکنم ولی چطور مال مردم را برگردانم. رسول الله صلی الله علیه و سلم علی را گفت ای علی، من میخواهم از اینجا برایم از مکه و هر یک چیز را به صاحبش برمیگردانی. مثلا این چیز از فلانی است، این چیز از فلانی است، این پول از فلانی است. هر یک چیز را به صاحبش برمیگردان تا اینکه امانت خیانت نشود. و در جای من خواب میروی، در جایی که رسول خدا خواب میرود باید که علی رضی الله عنه در همون جا خواب رود. یعنی این چی معنا دارد؟ که علی رضی الله عنه خود را فدای رسول خدا میکند. اگر رفت و جوانان در وقت خواب حمله کنند بزنند، علی رضی الله عنه شهید می شود، کشته می شود. یعنی علی رضی الله عنه این را می داند که خواب رفتن در جای رسول خدا خود را فدا کردن برای رسول خدا است. با اون سن سالی که علی رضی الله عنه داشت بسیار جوان دلیر و شجاع بود. علی رضی الله عنه راضی شد، نترسید، هرگز در دلش تردد نآمد. علی رضی الله عنه راضی شد که خود را فدای رسول خدا کند. جوانهایی که از هر قبیله جمع شده بودند آنها هم با شمشیرها، با سلاحها خانه رسول الله صلی الله علیه و سلم را محاصره کرده بودند، از هر طرف محاصره کرده بودند و منتظر بودند که رسول خدا می براید و آنها حمله میکنند، رسول خدا را میکشند. یک چند نفر آنها خواستند از بالای دیوار برآیند و خانه رسول خدا درآیند، ولی آنها را از بیرون زنها دیدند. گفتند شما چیکار میکنید؟ در آن خانه زنها است، آیا شرم نمیکنید؟ یعنی پیش از اسلام هم آداب بود که اگر در خانه زن باشد در اونجا در آمدنش ممکن نیست. خب آنها به خانه رسول خدا ندر آمدند، گفتند همینجا میستیم منتظر میشویم، وقتی که میبراید او را در بیرون میکشیم. به رسول الله صلی الله علیه و سلم وحی شد که در بیرون تو را منتظرند. رسول الله صلی الله علیه و سلم تیار کرد، خود را تیار شد برای هجرت و وقتی شب هم شده بود، برای اینکه بسیار منتظر شدن. رسول خدا هم خود را تیار کرد. وقتی شب شد، تاریک شده بود، رسول خدا تیاری به برآمدن کرد، دروازه خانه را گشود و آیت سوره یاسین را تلاوت کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. و پیش روی آنان را دیوار گذاشتیم
و پشت سرشان را نیز هم دیوار قرار دادیم. آنگاه چشمان آنان را پوشاندیم، آنان نمی بینند. یعنی چشمهای آنها کشوده نظر میکردن. الله متعال در اینجا یک معجزه بر رسول خدا نشان داد که چشمهای آنها کشوده بود ولی آنها نه میشنیدند و نه میدیدند. یعنی نه آواز دروازه رسول خدا را میشنیدند و نه آنها میدیدند چطور رسول خدا از اونجا میبراید. رسول الله صلی الله علیه و سلم دروازه را گشاد و از زمین خاک میگرفت و بر سر آنها میپوشاند و تلاوت میکرد و میگذشت. آنها هیچ حسی نکردند. چشمها گشاده بود ولی هیچ چیزی را نمیدیدند. این هم بار دیگر یک معجزه بود برای رسول خدا تا اینکه دل رسول خدا آرام شود، تا اینکه رسول خدا بفهمد که الله متعال با اوست، او تنها نیست بلکه الله متعال با اوست. و رسول الله صلی الله علیه و سلم حس کرد که پیروزی از پیش است. یعنی فهمید که ان شاء الله پیروزی از پیش است. رسول الله صلی الله علیه و سلم به خانه ابوبکر رفت، دروازه را کوبید. ابوبکر رضی الله عنه خبر نداشت که رسول خدا به خانه اش می آید در این وقت شب و برای هجرت سخن میکند. اصلا در این مورد هیچ معلومات و هیچ خبری نداشت. عایشه رضی الله عنها این قصه را نقل میکند، میگوید وقت شب بود، تاریک بود، به خانه من رسول خدا در آمد. این گونه در این وقت هیچ وقت نمی آمد. یعنی این وقت دیر در این تاریکی یگان وقت رسول خدا خانه ما نمی آمد. و رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که به خانه ابوبکر رضی الله عنه در آمد، ابوبکر رضی الله عنه تعجب کرد، نمیدانست که در این وقت شب چی شده باشد که رسول خدا آمده است. یعنی در فکر زد. رسول الله صلی الله علیه و سلم به ابوبکر صدیق رضی الله عنه گفت ای ابوبکر میخواهم فقط با تو پنهانی سخن کنم. ابوبکر رضی الله عنه گفت یا رسول الله در خانه عایشه و اسماء رضی الله عنهما است، یعنی دو دخترم است و مطمئن باش اگر هر سخنی داری سخن کن، از نزد آنها سخن بیرون نمی براید. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود ای ابوبکر برای من اجازت هجرت شده است. ابوبکر رضی الله عنه گفت یا رسول الله الصحبه یا رسول الله، الصحبه یا رسول الله، یعنی آیا من با تو هجرت میکنم، آیا من در این هجرت با تو می باشم، یعنی یک جا هجرت میکنم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود بله تو با من هجرت میکنی. ابوبکر رضی الله عنه بسیار خوشحال شد تا درجه ای که گریه کرد. یعنی از خوشحالی گریه کرد که الله متعال با او این فضل را عطا کرده است که او با رسول خدا هجرت میکند. یعنی سبب منتظر شدنش در مکه این بود که الله متعال او را اختیار کرده است که او با رسول خدا هجرت کند و بسیار گریه کرد. عایشه رضی الله عنها میگوید من ندیده بودم کسی را که از خوشحالی اینقدر گریه کند. یعنی درجه خوشحالی ابوبکر رضی الله عنه بسیار بلند بود، بسیار خوشحال بود که گریه کرد. و خانه ابوبکر رضی الله عنه دو دروازه داشت، از پیش و از پشت. و ابوبکر رضی الله عنه دو تا شتر را تیار گذاشته بود با همه چیزهایش. برای هجرت دو شتر تیار بود، یعنی که وقتی که امر به هجرت می شود برای او و برای او رفیق پیدا می شود در سفر، یعنی دیگر هیچ حاجتی برای چیزی دیگری نباشد، سوار می شوند و هجرت می کنند. رسول خدا و ابوبکر هر دو در شترها سوار شدند
و از دروازه پشت خانه برآمدند، ولی به طرف مدینه هجرت نکردند. یعنی راه را به طرف مدینه نگرفتند، به دیگر طرف رفتند. ابوبکر رضی الله عنه غلام خود را آزاد کرده بود، یعنی عامر ابن فهیره را آزاد کرده بود و به او امر کرد که وقتی ما هجرت میکنیم با گوسفندها از پشت ما بیا، تا اینکه پای شترها وقتی راه میروند نمایان نباشد. یعنی از پشت رسول خدا و ابوبکر وقتی با شترها میآید دیگر معلوم نمیشود که در اینجا شتر رفته است. اگر کسی هم بینند میگوید از اینجا گوسفندها گذشتند. رسول خدا و ابوبکر رضی الله عنه به طرف غار ثور رفتند و در آنجا رسیدند. وقتی در آنجا رسیدند شترهای خود را به عامر ابن فهیره دادند و گفتند وقتی ما تو را خبر دادیم بیا و اکنون این شترها و گوسفندها را بگیر و به جای دیگر برو و اهل ما را خبردار بکن که ما در همین جا هستیم. یعنی عایشه رضی الله عنها، خب اسماء، عبدالله پسر ابوبکر و علی رضی الله عنه، اینها را خبردار کن که ما در کجا هستیم. وقتی سحر شد، خب وقتی که به نزدیک غار رسیدن، در اون غار شاید مارها باشد، شاید یکان دیگر حیوانات باشد. غار تاریک بود. ابوبکر رضی الله عنه به رسول خدا فرمود یا رسول الله شما همینجا منتظر شوید، من درون غار می‌درایم، می‌بینم که درونش چیزی نداشته باشد برای ما ضرر برساند و بعد شما به غار درآیید. ابوبکر رضی الله عنه درون غار درآمد و سوراخی ها را دید. در آنجا از لباس های خود در آن سوراخی ها یعنی انداخت، پیش کرد و پای های خود را، دیگر سوراخ ها که بسیار بودند، با پای های خود، با دست های خود خب در همون سوراخی ها گذاشت پای های خود را، دست های خود را و سوراخی ها را بند کرد و رسول خدا را گفت یا رسول الله اکنون به غار درآ. رسول الله صلی الله علیه و سلم به غار درآمد. چندی گذشت سحر شد و دیدن که هیچ کسی نبرآمده. سحر شد و هیچ خبری نیست از محمد و یکی به طرف دیگری نظر میکرد، بالای سری همه خاک دارد. گفتن این چی خبر است؟ این خاک ها از کجا آمد؟ چرا محمد نمی براید؟ و یکی از آنها از بالای دیوار به خانه رسول خدا در آمد، دید شخصی خواب است. در این وقت علی رضی الله عنه از خوابش بیدار شد، از جایش خیست، دیدن علی است در جای رسول خدا. گفتن ای علی، محمد در کجاست؟ علی رضی الله عنه گفت نیست، او رفته است. به کجا رفته است نمیدانم، من در اینجا خواب بودم، او به کجا رفته است من نمیدانم. در حال در بین قریشی ها خبر پهن شد که محمد گریخته است، یعنی محمد از این مکه رفته است، هجرت کرده است. و بزرگان قریش مردم را جمع کردند و گروهی تشکیل کردند، به هر طرف تفریساندند، ولی از محمد و از رسول خدا و از ابوبکر رضی الله عنه هیچ خبری نیست. اکنون خواستند یک تحفه بمانند تا اینکه مردم بسیارتر در جستجو باشند. گفتند اگر کسی محمد را میارد یا که رفیقش را میارد، زنده یا مرده، 100 تا شتر برای آن تحفه میدیم. 100 تا شتر یعنی این یک تحفه بسیار بزرگ است. اکنون مردم زیادی جمع شدند، به هر طرف می رفتند، در جستجو بودند که محمد یعنی رسول خدا و رفیقش ابوبکر در کجا باشند، ولی هیچ اثری نیفتند.
یک گروه به طرف غار ثور رفتند. دیدن در نزد همون غار با یکی از روایت ها گفته شده است که در آنجا یک کفتر نشسته بود، یعنی یک کبوتر نشسته بود، تخم گذاشته بود و در غار تار، یعنی تارتنک تار تنیده بود. یعنی علامات این بود که در اینجا هیچ کسی ندر آمده است. این به قول یکی از علمای تاریخ است. خب وقتی که به نزد غار آمدن، غار در پایان بود. یعنی وقتی که انسان نزد غار ثور می ایستد، غار در نزد پایها می شود. اگر خود را خم کند، پایان غار را می بیند. آنها ایستاده بودند، پایهای آنها را ابوبکر و رسول خدا صلی الله علیه و سلم می دیدند. ابوبکر رضی الله عنه گفت یا رسول الله، پایهای آنها را می بینیم، اگر آنها به پایان نظر کنند ما را می بینند. رسول خدا به ابوبکر رضی الله عنه فرمود غمگین مشو، الله با ماست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم با ابوبکر رضی الله عنه چی گفت؟ لا تحزن، غمگین مشو، فکر نکن، پریشان نشو، ان الله معنا، الله با ماست. وقتی که الله با ماست دیگر فکر نکن، الله تواناست، به هر کاری تواناست. در نزد غار یک چند وقت ایستادند، با یکدیگر سخن کردند که محمد در کجا باشد، چطور او را پیدا کنیم، و باز به مکه برگشتند. در بین قریش ها خبر پخش شد که محمد در مدینه رسیده است. ابو جهل لعین به خانه ابوبکر صدیق رضی الله عنه رفت، در را کوبید، غضبناک بود. اسماء رضی الله عنها در را گشود، یعنی دختری ابوبکر رضی الله عنه. پرسید پدرت در کجاست؟ اسماء گفت نمیدانم. ابو جهل لعین اسماء را یک تا زد، الله را لعنت. و وقتی که پدری ابوبکر رضی الله عنه یعنی ابو قحافه خبردار شد که ابوبکر هم نیست، او به خانه ابوبکر آمد و از نبیره خود یعنی از اسماء پرسید ای اسماء، ابوبکر یعنی پدرت در کجاست؟ او گفت نمیدانم. او گفت یعنی بابایش یعنی پدر ابوبکر ابو قحافه گفت آیا برای شما چیزی گذاشته است از خوراک، از پول؟ اسماء گفت بله، و در یک لباس کمی از سنگ گرفت و آورد. ابو قحافه کور بود یعنی نابینا بود، دست کرد، گفت اگر این را گذاشته باشد پس بسیار چیز برای شما گذاشته است. یعنی دلش آرام شد که آنها گرسنه نمیمانند. ولی ابوبکر رضی الله عنه پولهای خود را با خود گرفته بود تا اینکه در راه بر رسول خدا صرف کند، یعنی رسول خدا هیچ نیازی نداشته باشد. و در این مدتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم با ابوبکر در غار بودند، عبدالله پسر ابوبکر عبدالله رضی الله عنه خبر را از مکه می گرفت و شب به غار می رفت و به رسول خدا و ابوبکر خبر را می رساند که در مکه چی خبر است، یعنی در مورد آنها چی می گوید. اسماء دختر ابوبکر رضی الله عنه باشد، شب خوراک می برد آنها. و عامر ابن فهیره باشد با گوسفندهایش از پشت آنها می رفت و پایهای آنها را پنهان میکرد. اسماء رضی الله عنها وقتی خوراک را برد یا اینکه می برد، او را در یک لباسی می برد. یکم بار وقتی که خوراک را برد، یعنی دیگر
چیزی نبود که او را خوراک را در اون یعنی خوراک را در یگان چیز بگیرد. یک قسمت لباس خود را پاره کرد، از رومال خود باشد، از لباس خود باشد، از یک طرفش، و همون خوراک را در همون بست و به غار بود. برای همین اسماء را ذات النطاقین نامیدند. ذات النطاقین یعنی لقب اسماء ذات النطاقین است، برای اینکه لباس خود را در آن و در لباس خود خوراک را بست و به غار بود. عامر ابن فهیره با شیر گوسفند رسول خدا و ابوبکر را تأمین میکرد. همین طور 3 روز آنها در غار بودند، در غار نشسته بودند، در یک امتحان بزرگ قرار داشتند. رسول الله صلی الله علیه و سلم ابوبکر را آرام میکرد. غمگین مشو، الله با ماست. وقتی وضعیت در مکه آرام شد، عامر ابن فهیره خبر را آورد که دیگر همه آرام شده است. رسول خدا و ابوبکر شترهای خود را سوار شدند و به طرف مدینه حرکت کردند. در راه از دوری یک چند نفر از قبیله جشعم نشسته بودند، سخن میکردند با یکدیگر، در یک جا نشسته بودند. در بین آنها سراقه ابن مالک رضی الله عنه هم نشسته بود، در آن وقت مسلمان نبود. آنها دیدند 2 نفر از دوری حرکت دارند بر شتر، گفتند ابوبکر و محمد باشند. سراقه گفت نه، آنها محمد و ابوبکر نیستند، آنها فلانی و فلانی هستند. یعنی خواست قبیله را به گپ گیرد و جایزه را خود گیرد، یعنی آنها را به گپ گیرد که آنها نیستند و بعد خودش حمله میکند، هر دوی آنها را گرفتار میکند و 100 تا شتر را میگیرد. خب قبیله جشعم آن چند جوان نشسته با یکدیگر سخن میکردند. آهسته سراقه ابن مالک از جایش خیست و به خانه خود رفت و در حال لباس جنگی را پوشید، اسب را سوار شد و از پشت رسول خدا و ابوبکر رضی الله عنه حرکت کرد. در وقت سفر ابوبکر رضی الله عنه بعضی وقت از پیش رسول خدا سفر میکرد، بعضی وقت از پشت رسول خدا سفر میکرد، بعضی وقت از طرف راست، از طرف چپ. رسول خدا فرمود چیست؟ چرا تو این طور میکنی؟ چیکار میکنی ای ابوبکر؟ ابوبکر رضی الله عنه گفت میترسم که کسی به شما حمله نکند، یعنی خود را سپار فدای رسول خدا میکرد که اگر کسی با نیزه زند در او زند، به رسول خدا نرسد. یعنی بسیار رسول خدا را میخواست حفاظت کند. رسول خدا در راه قرآن میخواند، یعنی راه میرفت و قرآن میخواند. ناگهان ابوبکر رضی الله عنه دید که از پشت یک نفر می آید، در اسب سوار است، یعنی آهسته نه، دویده کنان می آید. رسول خود ابوبکر رضی الله عنه گفت یا رسول الله کسی از پشت ما می آید. رسول خدا اهمیت نداد، قرآن می خواند، قرآن می خواند. باز ابوبکر رضی الله عنه نظر کرد که اسب سوار نزدیک شد، نزدیکتر است، اکنون می تواند با نیزه بزند. ابوبکر رضی الله عنه گفت یا رسول الله او با ما بسیار نزدیک شده است، می تواند با نیزه زند، یعنی می تواند با آسانی ما را زند. رسول خدا در این حال دست خود را برداشت. این دعا بسیار بزرگ است، این دعا را هر کسی می تواند کند. رسول خدا فرمود اللهم اکفناه بما شئت، اللهم اکفناه بما شئت، اللهم اکفناه بما شئت. یعنی یا الله هر گونه ای که میخواهی ضرر او را از سر ما بردار، یعنی هر گونه ای که میخواهی ضرری که او میخواهد به ما برساند او را از ما دور کن، ضرر او را از ما دور کن. وقتی رسول خدا دعا کرد تمام کرد، پایهای اسب سراقه ابن مالک در زمین در آمد. این زمین سخت بود ولی معجزه بود. این پایهای اسب سراقه ابن مالک در زمین در آمد و سراقه ابن مالک از اسب افتید
باری دیگر در اسب خود سوار شد و از پشت رسول خدا حرکت کرد، ولی باری دیگر پای اسبش در زمین در آمد و افتید. 3 مرتبه همین طور کرد، ولی 3 مرتبه سراقه ابن مالک از اسب افتید. سراقه ابن مالک میگوید من یگان وقت از اسب نمی افتیدم، یعنی نه افتیده بودم، از سوار بود، ولی این بار 3 مرتبه افتیدم. تعجب کردم که این چی باشد. فهمیدم که او را الله حفظ میکند و میگوید در اسب سوار شدم و گفتم ای محمد، ای ابوبکر، من به شما ضرر نمیرسانم، ایستید. و به رسول خدا و به ابوبکر نزدیک شد. رسول خدا نظر کرد، پرسید تو کیستی؟ گفت من سراقه ابن مالک هستم. رسول خدا او را شناخت، گفت ای سراقه، خود را چطور حس میکنی وقتی در دستهای خود دستمانه های پادشاهی ایران را بینی، یعنی پادشاهی ایران انوشیروان را بینی؟ سراقه ابن مالک تعجب کرد، چطور در دستهای من دستمانه های انوشیروان؟ رسول خدا فرمود بله، وقت زمانه میاد که همان دستمانه ها را تو میپوشی. در حال سراقه ابن مالک به رسول خدا گفت ای محمد، به من خطی بنویس، یعنی به من خط بنویس و در آن به من امان بده که اگر وقتی بیاید و قوت شما بزرگ شود و من اسیر افتم، من را مسلمان ها آزاد کنند، نکشند. رسول خدا به ابوبکر رضی الله عنه امر کرد که خط بنویسد و در یک خط نوشته شده بود که این از طرف رسول خدا یعنی محمد صلی الله علیه و سلم به سراقه ابن مالک امان داده می شود که اگر او گرفتار شود او را یعنی آزاد کنید، امان بدهید. و خط را گرفتند به سراقه ابن مالک دادند و سراقه ابن مالک از پشت کار خود رفت و رسول الله صلی الله علیه و سلم هم با ابوبکر رضی الله عنه به طرف مدینه هجرت کردند. یعنی این برای چی به سراقه ابن مالک داده شده بود که همان خبری که همان کاری که اکنون دید که محمد و ابوبکر یعنی رسول خدا و ابوبکر به طرف مدینه هجرت میکنند، همین خبر را پنهان دارد، سر باشد و هیچ کسی نگوید. و سراقه ابن مالک هم قبول کرد و اون به طرف کار خود رفت، اینها هم به طرف مدینه هجرت کردند. ان شاء الله تعالی در نوار بعدی دوام قصه را یک جای میشنویم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.